صبح بخیر. اینجا ساعت 4:30 میدارم. صدای بمبارونا اینجا میومد، نمیدونم کجا رو میزدن که صداش میومد، ولی دور بود صداش. که یه ذره اینجا رو از آشغال پاکسازی کردم، پلاستیک و آشغال و هر چی که بود همه رو جمع کردم اینجا. یه پلاستیک هم کشیدم، سفره بار مصرفم بود و کشیدم روش دیگه. این قسمت ها تو آب بود، نتونستم. سرگرمی 4 صبح بعدم که خوابه. اینجا اون ته 4 تا ماشین رفتن که کم کنن. اینجا هم که یه دونه هست، اون جلو هم 5-6 تا ماشین کم کرده که حالا نمیدونم تا کی بمونیم، ولی این هستش اوضاع ما.